بارک الله فیکم. همیشه این سوال بر ما میشود. برادران شاید به خاطر ترس خوفشون از پروردگار تا اینکه دیوس نگردن یا به خاطر عبرت و پند دیگران که به دیگران برسونن این سوال رو میکنن که دیوس کیست؟ دیوس کیست و دیوس کیست گفته میپرسند. پس بدون برادران گرامی، الله خیرتون دهد و حفظتون کند. دیوس و قسم های آن. آیا کسی که روزی شود که همسرش در واتساپ، تلگرام، تیک تاک با مردان نامحرم صحبت کند و چت کند شب و روز، آیا آن دیوس حسابیده می شود؟ بله، دیوس حسابیده می شود. آیا کسی که راضی می شود که دخترش در توی‌های آمیخته مرد و زن همه یک جا در آنجا رقص و بازی میکنند با این موسیقی‌های فتنه انگیز و شهوت انگیز، آیا دیوس حسابیده می شود؟ بله، دیوس حسابیده می شود. آیا کسی که راضی می شود که همسرش با دوستانش بنشیند و شوخی و بازی بکند، آیا این هم دیوس حسابیده می شود؟ بله، بدون شک این هم دیوس حسابیده می شود. آیا کسی که راضی می شود که دخترش با جوانان با نام محبت رفت و آمد میکنند، آیا دیوس حسابیده می شود؟ بله، البته که دیوس حسابیده می شود. آیا کسی که راضی می شود که همسرش در کوچه با زیب و زینت و آرایش با تمامی آرایش میبراید خود را با مردان نامحرم نشان میدهد، اگر چند قصد این را ندارد، آیا دیوس حسابیده می شود؟ بله، دیوس حسابیده می شود. آیا کسی که راضی می شود که دخترش برای لزر کردن موی تنش را پاکیزه نمودن یا مراجعت به نزد دخترهایی که نیازی بر آنها نیست، که بر آنها اصلا نیاز ندارن چون دخترهای زنان هست به مثل دندان و غیره، یا اینکه العیاذ بالله رفتن دیدن آلتهای زنانگی را، آیا دیوس حسابیده می شود؟ البته که بدون شک باید دیوس حسابیده می شود، چون بدون ضرورت به نزد آنها قطعا رفتن جایز نیست. آیا کسی که با زیبایی همسرش افتخار میکند و صورتش را با دوستانش نشان میدهد، زنش را آرا و تارا میدهد و نزد دوستانش میبرد، دیوس حسابیده می شود؟ البته که دیوس حسابیده می شود. آیا کسی که راضی می شود که دخترش با خواننده یا سراینده یا دیگر کسانی مشهور و معروف عشق بازی ورزد، با او بنشیند، با او چت کند، با او همصحبتی کند، دیوس حسابیده می شود؟ بله، دیوس حسابیده می شود. یا که با او صورت میگیرن یا که صورت خود را با او میفرستند در حالی که از این باخبر است. همسرش با تمامی زیب و زینت و آرایشش در شبکه‌های اینترنتی ویدیوها کرده میپرتاید و خود را نشان میدهد، گویا با همسرش باشد، گویا از حیات و فعالیت زندگیش قسم میکند، آیا اینها دیوس حسابیده میشوند؟ بله، بدون شک اینها دیوس هستند. آیا کسی که راضی میشود که خواهرش با لباسی شیناوری در لب ساحل دریا که در آنجا مردان نامحرم حضور دارند آبازی کنه، دیوس حسابیده میشود؟ البته که دیوس حسابیده میشود. آیا کسی که راضی میشود که دخترش با همکرسان و همسینفانش با مردان نامحرم دست میدهد یا با آنها شوخی کرده بازی میکند یا با آنها گفت و شنید میکند، دیوس حسابیده میشود؟ البته که دیوس حسابیده میشود. آیا کسی که راضی میشود که همسرش با کارگران که در آنجا مردان نامحرم است با آنها صحبت میکند و سخن میگوید، دیوس حسابیده میشود؟ البته که دیوس حسابیده میشود، چون با تمامی آرایش، با تمامی زیبایی، بدون لباس شرعی و لباس‌های تنگ و باریک بر آنجا حضور میشود که ده ها مردان هوسخواری او را میکنند که در بدون شک این وای دیوس حسابیده میشود. پس ای مردم، دیوس کسی است که راضی می شود که برای اهلش شرم و ننگ بیارد. دیوس شخصی است که با اهل خانه اش اجازه می دهد کارهای شرم‌آور، کارهای گناه و آشکار را انجام بدهد و از آن نمی ترسد، پروایی هم ندارد، بلکه بر آن راضی است. پس کسی که بر این گفته ها راضی شد، به درستی که او دیوس است. برادران، به اهل خاندان خود با غیرت باشید، با دختر خود شرف و حیا را بیاموزید، با همسر خود پاکدامنی و حجاب را تعلیم بدهید، با خواهران خود حفظ عفت و دوری از فتنه را یاد بدهید، چون غیرت نشانه ایمان است و دیوس بودن نشانه ضعف ایمان و جهل مرکب است. ای مردم، دیوس کسی است که به اهلش اجازه میدهد که ناموس خود را پایمال کند و او به درستی که یک پیش‌صف بدی می شود. پس از پروردگار بترسید و غیرت خود را زنده بگردانید، چون فطرت سلیم انسان غیرت دارد، غیور است. در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنن کبرا روایت می شود از روایت نسائی تحت رقم 2562 که سه گروه به جنت داخل نمی شوند. یکی دیوس، مردی که غیرت ندارد و روزی است که اهلش
رسانه اش زن یا دخترش با نامحرمان یکجا شوند، جمع شوند، سخن گویند، صحبت کنند. و در دیگر روایتی که این روایت نسائی است و احمد است که 3 نفر رو الله سبحانه و تعالی به جنت نمی‌درارد که یکی از اینها دیوس، آن مردی که به اهلش راضی شود، بر خانواده خود راضی شود، هر زشتی را، هر فحشایی را که انجام بدهند. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی بر مردان این امت غیرت را در قلب‌های اینها بیدار بسازد و توفیق بدهد که از این راه‌های هلاک‌آور، راه‌های بی شرم و بی حیایی به سوی راه حیا و تقوا و دین و پرهیزگاری رجوع نمایند. و بالله توفیق.